روز 14 سپتامبر سال 2023 در حالی که رهبران کشورهای آسیای مرکزی در نشست خود در دوشنبه راههای تحکیم دوستی و همکاری بین کشورهایشان را بررسی میکنند، در شهر کراسنogorsk ولایت مسکو روسیه بحث مهاجران از سه کشور مهاجرفرست این منطقه ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان بر سر مسائل مرزی به زنازنی گروهی پیچیده با بازداشت 22 اشتراکچی این زنازنی انجامید. تلگرام کانال مش با نشر یک ویدیو از محل حادثه محض اختلاف نظری بین مهاجران را از سه کشور آسیا میانه را سبب مناقشه آنها در یک توقفگاه ماشین ها در شهر کراسنogorsk نامیده این حادثه را چنین بر رشته تصویر کشیده است. ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان به یکدیگر اعلان جنگ کردند، ولی در یک مقیاس خرد با اشتراک 22 نفر در شهر کراسنogorsk ولایت مسکو همه اشتراکچیان زنازنی در کارخانه های کراسنogorsk کار میکنند و بین آنها در مورد مناقشه های دوامدار بین کشورهایشان و دعوای قلمرو بحث و مناقشه ها سر میزد. اما این دفعه این مناقشه های لفظی به زنازنی با مشت و لغت در یک تفقیقگاه واقع در نزدیکی میدان ساختمان پیچید. نیروها نابرابر بود. 13 شهروند ازبکستان با استفاده از زیاد بودن شمارهشان 5 شهروند قرقیزستان و 4 شهروند تاجیکستان را تنگ کردند، ولی به جای حادثه رسیدن پلیس باعث شد که این ازدحام رو به فرار بیاورد. پلیس مجبور شد که اشتراکچیان زنازنی را تعقیب کرده در اولیها بازداشت کند. بحث مسائل مرزی حل نشده برای کشورهای آسیای مرکزی و ساکنانش سالها باز یک موضوع داغ باقی میماند. یادآور میشویم سال 2021-2022 در جریان مناقشه مسلحانه در مرز تاجیکستان با قرقیزستان بیش از 200 نفر کشته شده و 100 نفر دیگر زخمی شدند. زنازنی بین مهاجران چند سال باز مایه نگرانی مقامات روسیه شده است. ماه آگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنازنی‌ها با اشتراک مهاجران در منطقه‌های گوناگون روسیه، وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دخالانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنازنی‌ها بیرحمانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حقوق عبور مرز روسیه محروم می‌کنند. در پایان سال 2021 وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد که علاقه بیش از 400 مهاجر را محض برای اشتراک در زنازنی‌های عمومی از این کشور اخراج کردند. اکثر آنها را به مهلت تا 40 سال از حق عبور مرزهای روسیه محروم کردند.